ساده دوران استقلالیت دولتی بود. از عهده رسالت تاریخی خود در نزد دولت و خلق تاجیکستان برآمدند و دولت و مردم تاجیکستان در سیمای خدمتچیان قواهای مسلح، حامیان با اعتماد و محافظان دلیر شجاعی مرزوب وطن را می‌بینند. گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان وظیفه عملی نمودن چاره‌بینی‌های حمایتی، نظامی، اپراتیوی، جستجویی، تکنیکی و دیگر چاره‌ها برای تأمین امنیت objekt‌های تحت حمایت دولتی قرار داشته، حفظ و مدافع objeکت حمایت شونده و اینچنین بناها، انشاءات و حدود قطعه‌های زمینی حق‌شفقت آنها و نامزد آنها را که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در فرمانده عالی قواهای مسلح معین کرده به عهده دارد. الفا واحد تعیینات مخصوصی ضد تروریستی الفای کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان واحد مخصوص بوده. وظیفه آن مبارزه بر ضد عملهای تروریستی و اکستریمیستی قرار داشته، در برقرارکنی ساخت کنستیتوسیونی وحدت ملی و یکپارچگی تاجیکستان صاحب اطلاع سهم خود را گذاشته است. ریاست وزارت کارهای داخلی در منطقه و ناحیه رشت از ماه نوامبر سال 2010 از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تأسیس داده شده است. سربازم و سربازم، شاهینم و شهبازم، حامی وطندارم، در حفظ او سربازم، پرچم و نشان دارم، با کشور خود نازم، مرز و بوم کشور را پیوسته نگه سازم، در حفظ وطن مادر این سر فدا سازم. هیئت شخصی قواهای مسلح در سالهای دشوار مخالفت داخلی قرض وطنداری خویش را صادقانه اجرا کرده، در راهی برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی و به اعتدال آوردن وضعیت در کشور سهم ارزشمند خود را گذاشتند. 18 دکمبر سال 1992 فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به امضا رسید. فرمانده پرد حربی پلکونیک عبدالرحمن زاده میرزاجان عبدالرحمن، کمیسریت حربی ناحیه رشت 25 اکتبر سال 1986 در ناحیه رشت تولد شده. از 15 دکمبر سال 2020 این جانب در وظیفه اشغال نموده‌اش خدمت کرده ایستاده است.
دانم از من ملت نپرسی تا بها آیم بها فیض آبادی نصیبی کشورم کاشانم و همگان شهروندانی در اختیار قرار داشته وارد می‌شوند. با نظر داشته واقعیت کنونی بخصوص جهت پیشگیری کردن از خطرهای افزاینده تیر افراط‌گرایی و دیگر تهدیدهای زمان معاصر که میتوانند به اوضاع سیاسی تاجیکستان تأثیر رسانند و توجیه تقویت بخشیدن و همکاری شهروندان در احتیاط قرار داشته یک امر ضروری گشته است. تحولات و حادثاتی که وقت‌های آخر در دنیا به عمل آمده ایستادند ما را هشدار می‌سازد که برابر خدمتچیان قوه‌های مسلح جهتی به طلبات روز مطابق گردانیدن آماده‌باشی جنگی شهروندان در احتیاط قرار داشته نیز سفربر کرده شوند. امروز زیاده از 1400 نفر شهروندانی در احتیاط قرار داشته در گذشت حربی حضور دارند. اینچنین 600 نفر از مقامات‌های حفظی حقوق نیز در این پرد حربی ما شرکت ورزیده ایستادند. باید حکم که سنی اولی مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر محض سرحدی دولتی میباشد. در این زمینه بار دیگر خاطررسان مینماییم که هر یک فرد وطن دوست باید در حفظ مرز و بوم وطن تأمین امنیت دولت و آرامی و ثبات جامعه و مقامات‌های حفظ حقوق و ساختارهای نظامی همکاری نماید. جمهوری تاجیکستان مبارک همزیاران عزیز. هیئت شخصی قوه‌های مسلح دستورهای دشوار مخالفت داخلی عرض وطنداری خویش را صادقانه اجرا کرده در راه برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی و به اعتدال آوردن وضعیت در کشور سهم ارزنده خود را گذاشتند. 18 دکمبر سال 1992 فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به امضا رسید. حکومت مملکت با وجود مشکلات سخت و سنگین مالیوی هنوز از نخستین روزهای تأسیس یابی قوه‌های مسلح و تجدید و عملسازی انفراساختار و تأسیس جزءتاب‌های مخصوص اعتبار اولین درجه داده در برابر آماده سازی متخصصان ساحه و تشکیل تکنیک و مطبوعات و تجهیزات‌های معاصر شروع نمود. ما با غیرت و متانت، دلیری و شجاعت و حس بلند ملی افسران و سربازانی با نقد و ناموس وطن باور داریم و از آنها افتخار می‌نماییم. شأن و شرف و قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان. جان برای وطن ایثار من نکنم چی می‌کند؟ دل برای وطن نگار من نکنم چی می‌کند؟ سکه برای افسران من نزنم چی می‌زند؟ در وطن خود افتخار من نکنم چی می‌کند؟ جشن مولودت مبارک مادری جان عزیز، فخر با نام تو دارم تاجیکستانی عزیز. تاجیکستانی عزیزم، عالمی افسانه ها در بغل پنهان داری، ثروتی به انتها، کوهی لعلت بی‌نظیر و آب‌هایت جان بخش. هر قدم با چشم بینم این چنین معجزه ها. تاجیکستان میکنم شکر تمام بسیار تو، میکنم شکرانه از
نورت مبارک مادر جانی عزیز فخر با نام تو دارم تاجیکستانی عزیز دوست می‌دارم درفشان و بدخشان تو را وادی زرخیز وحش درواز و کسان تو را هم حصار و هم خوجند باستان و شهر توست می‌پرستم ای وطن من ملک رشتان تو را شان و شرف و قوه‌های مسلحی جمهوری تاجیکستان سرزمینی کم زمینم تاجیکستان زنده باش یک نشان دولت از آل سامان زنده باش کی و سازد کفی خاک و دامان گوهر سرپناه خلق تاجیکستان زنده باش تاجیکستان